دومین رسالت یا دومین وجیبه‌ای که ما شما در قبال نسل جوان داره، در قبال متربی داره، در قبال در زندگی خود داره که باید او را ایفا کنیم. او عبارت از تقویت هویت اسلامی در بین جوان است. ببینید اساتید گرامی، هر آیین، هر دین، هر مکتب از خود ارزش ها داره، از خود اخلاق داره، از خود مبانی داره، از خود اصول داره. همین دین مقدس اسلام هم از خود مبانی داره، از خود ارزش ها داره، اخلاق داره و یک عالم پیام ها و به اصطلاح جنبه های مثبت داره که خوشبختانه هیچ دین دیگه با مثابه دین اسلامی در جامعه و کامل نیست. و می خاطر است که الله تعالی در مورد این دین گفت که الیوم اکملت لکم دیگه این الدین عند الله الاسلام، یعنی بزرگترین، کاملترین و همه جانبه‌ترین دین و آیین و مکتب نسبت به اسلام هیچ دین دیگه نیست. اما سوگمندانه بگیم، متاسفانه بگیم، در بین نسل جوان، در بین جوانا، هم در این خطه ما شما، هم در کشور ما شما، هم در سایر جوامع اسلامی این فکر است که علیاذ بالله بدبختی امروز، عقب ماندگی امروز، مشکلات امروز، نابسامانی های امروز علیاذ بالله این از سبب دین است. حالا که متاسفانه بگیم که ما برای اینمی نسل، برای اینمی کسایی که این فرضیه را طرح میکنند، این ادعای شوم را دارند، این ادعای پس را دارند، نقش معلم یا معلم مستقل خود را در این بخش درست ایفا نکرده. اینمی است که مثلا جوان یا نسل امت به بیراهه میره و از اسلام فاصله میگیره. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله